سلام دوستان عزیز، امید که خوب باشین، سلامت باشین. دوستان دیشب در مورد نحوه پوزیشن گرفتن و ای که چطور کار بکنیم در متاتریدر 4 گفتن که یک ویدیو بگیرین و ای که متاتریدر 4 یا متاتریدر 5 فرق نمیکنه، چندان تفاوتی نداره. و تفاوتشون در چی است؟ تفاوتشون در این که راپوردهی دقیق تر داره، مثلا متاتریدر 5 و کمی پیشرفته تر هست، همین دیگه، چندان تفاوتی نداره. و ای که متاتریدر 5 و 4 به چی دردی میخورد؟ ما که وقتی که در هر بروکری فعالیت داشته باشیم، پلتفرم معاملاتی همین متاتریدر است، یا 4 انتخاب میکنیم یا 5 انتخاب میکنیم، فرق نمیکنه در کدام بروکر ما ثبت نام کنیم. ببینین یک سیگنال هم گذاشتیم برای دوستان، بعد که گفتیم در 1837 الی 1838 یا 1833 میتونیم لانگ ورود کنیم، بعد در 1840 یا 1845 میتونیم سیویسود کنیم. یک پله ورود کردیم و اگر بخوایم میره سیویسود کنیم، ببینین بالاش که کلیک کنین، با سمت چپ که کش کنین، چند گزینه براتون میاد. یکی میاد که این گزینه براتون دوباره 4 تیمی ارز نشان میده، 4 تیمی سهم نشان میده. و گزینه مثبت هم که هست، شما میتونین از اینجا مثلا تارگت تعیین کنین، و از گزینه قلم هم که هست شما میتونین تارگت فروش تعیین کنین، فرق نمیکنه. و از گزینه یک مانند کاغذ یا پیپر دیده میشه، از اینجا شما میتونین کلوز کنین، در مارکت کلوز کنین پوزیشنتانه بدون اینکه لیمیت بانین. مثلا میبینین که در مفاد است یا تارگت نمیخوره یا دم تارگت نرسیدم، شما همی مفادی که هست میخواین بگیرین، بعد از همی گزینه میتونین راحت بدون اینکه صبر کنین، میتونین اینجا کلیک کنین و سیوی سود داشته باشین. بعد از گزینه قلم که گفتیم میتونین اینجا تیک پروفیت تعیین کنین. مثلا میگم که 1845 در تی پی دوم میخوایم سیوی سود داشته باشیم. اس الش هم که استابلاسش هست، میگیم که 18 مثلا 25 یا 30 میتونیم استابلاس داشته باشیم. وقتی که ما استابلاس و اینامونه که تعیین کردیم، ببینین 1825 1845 برای ما تی پی و استابلاس مونو گذاشته. پس دیگه در قسمتی که کارکردش چطوری هست، شما تحلیل مثلا در قسمت متاتریدر هیچ وقت تحلیل نمیکنین، به خاطر که اصلا فضا نداره که شما بیاین تحلیل کنین. فقط برای معامله هست، معامله رو بسته میکنین یا باز میکنین، فقط برای معامله هست. دیگه شما لازم نمیبینین که بیاین اینجا تحلیل داشته باشین. خب ببینین استاب میتونین شما در این گزینه هم بانین و این گزینه هم بانین و این گزینه هم میتونین بانین. هر کدامش که انتخاب کردین میتونین استابتان بانین. ما میایم در قسمت خود یمی چارت. ببینین اینجا قسمت چارت نوشته، قسمت اوردر است. قسمت اوردر که هسته، شما هر ارزی را که به عنوان مثلا فاروارد ارز دلخواهی که مثلا میخواین ترید کنین انتخاب میکنین. بالا دو گزینه هست، یک گزینه قلم هست، یک گزینه مثبت است. مثبت یعنی که شما یک ارز میخواین اضافه کنین
و قلم یعنی که شما یک ارز میخواین از اینجا کم کنین. من یک ارز میخوایم کم بکنم. ببینین قلمه که وقتی زدیم یک علامت سطل آشغال میبره. ما میتونیم چیکار کنیم؟ یکی گزینه هایی که میخوایم ترید نداشته باشیم بالاش، وقتی که بالا همی کلیک کنیم یک گزینه هایی میاد که کدام میخوایم حذف کنیم. ببینید من اینو میخوام حذف کنم. وقتی تیک کردیم دوباره بالای سطل آشغال کلیک میکنیم، حذف میشه. درست است؟ این حال ارز دلخواه ما که میخوایم بالاش ترید کنم 1 پوند است، در مقابل یونی ژاپن و طلا هست، یورو هست. اگر بخوایم یکی دیگه اضافه کنم میایم بالای مثبت کلیک میکنم. ببینید اینجا ارزهای مختلفی است. اگر شما کریپتو هم که بخواین اینجا ترید کنین میتونین. مثلا من میم BTC مثلا در مقابل اتریوم هست، BTC در مقابل USD، در مقابل دلار میخوایم انتخاب کنم. بعد وقتی که بالاش کلیک کنیم اینجا حد میشه. وقتی که ما کلیک کنیم بالای BTC چند گزینه میاد. یکی نیو اوردر میاد که ما میتونیم یک پوزیشن جدید بگیریم. چارت میاد که ما میتونیم بریم چارتش ببینیم در قسمت چارت پلتفرم. دیگه گزینه های بعدی را دیگه خودتون سر در میرین، چون مهم نیست که براتون وقت کنیم که اونا را بگیم ویدیو هم طولانی میشه. خب من نیو چارت هم میگیرم. اینجا ببینین نیو پوزیشن هم میتونم اینجا پوزیشن بای بگیرم، پوزیشن سیل بگیرم در قیمت مارکت. ببینین اینجا یک سیل داره یکی بای داره. درست است؟ پس من میتونم یا بای بگیرم یا سیل بگیرم، در قیمت مارکت خرید میشه. اینجا رو توجه کنین، در قیمت مارکت. اگر ما بخوایم مثلا میره لیمیت بانم یا بای استاپ کنم یا سیل استاپ کنم، پس میتونم اینجا انتخاب کنم. وقتی بالای مارکت اکسشن کلیک کنم ببین گزینه های متفاوتی میاد برای من. احتمالاً در بایننس کار کردین دیگه. بای لیمیت داریم، سیل لیمیت داریم، بای استاپ داریم. خب بای استاپ داریم، سیل استاپ داریم، بای استاپ لیمیت داریم، سیل استاپ لیمیت داریم. شما میتونین از هر کدامش، چون بایننس زیاد کار کردین پس بلدین این گزینه هاشه دیگه. اصلا لازم نیست که مثلا ما بیم یادآور شوم. اینجا مثلا با استاپ لیمیت شما میتونین استاپ لیمیت تونه بانین و در کدام قیمت خریدارین دیگه تمام میشه. اینجا میتونین ببینین با استاپ مثلا میتونین در کجا خرید کنین. فرض کنین که سیل لیمیت دیگه میتونین فروش بانین، میتونین مثلا بای بانین دیگه. یه قسمت هاشم کلان یاد گرفتین دیگه، لازم نیست دیگه. اینجا ببینین استوری هست که شما میتونین هر روزانه هر مثلا پوزیشنی که داشته باشین امروز که شروع میکنین تا آخر روزه مثلا براتون محاسبه میکنه که شما چه مقدار مفاد داشته چه مقدار ضرر داشته. حتی میتونین ماهوار و هفته‌وار و اینا رو محاسبه بکنین روش. مثلا وقتی بالاش کلیک کنین بعد ما که روزانه رو میارم ببینین اصلا امروز پرافیتی نداشتیم، پوزیشنی نداشتیم، تازه پوزیشن گرفتیم و یکی هیچ پوزیشنی نداشتیم هنوز و خدمتتون که عرض کنیم. ببینین از اینجا مثلا 3 ماه رو حساب میکنه، 1 ماه رو حساب میکنه، 1 هفته رو حساب میکنه. از اینجا میتونین هر ماهی که شما مثلا 6 ماه هم میتونین در نظر بگیرین که در 6 ماه چه مقدار کار کردین نکردین دیگه میتونین خودتون محاسبه کنین. بعد دیگه چیزی نداره دیگه. این قسمتش هم که ترید هست. شما مثلا این قسمت ترید شما هر پوزیشنی داشته باشین براتون نشان میده و
اینجا مثلا ایکویتی رو نشان میده و اینجا مقدار پول رو نشان میده، مقدار پولی که فعلا میتونی ویدراو داشته باشی. و اینجا ببین بعضی بروکرها هست بونیس میده، یعنی که تو 4000 وقتی که دپوزیت میکنی برای 10% یا 20% یا 30% بونیس دارن، یعنی که 30% افزایش میده پیسه شما رو. پس دیگه مقدار مارژینی که مثلا من دارم فعلا میتونم بعدش استفاده بکنم پوزیشن بگیرم. ببینین مقدار مارژین آزاد 4700 مثلا من مقدار مارژین آزاد دارم. در این پوزیشنم چی مقدار مارژین استفاده کردیم؟ ببینین من مارژینم 91 دلار، مثلا 91 دلار در این استفاده کردیم و دیگه چیزش مهم نیسته. کردیت ببین اما بونیس که گفتیم ببین دمه بروکر مثلا 680 بونیس داده، یعنی که مهم هم نیست، کوشش بکنین که زیاد در بونیس خودتان عادت نتین. و یک چیز دیگه رو میخوایم برای دوستا بگم که ببینین ما اکسپرت که میگیم، اکسپرت بین فاصله و خرید و فروش است. ببینین فاصله قیمتی 1838.25 1838.20 مثلا 5 سنت تفاوت قیمتی یا 20 سنت یا 16 سنت تفاوت قیمتی ایجاد میکنه. ایره اکسپرت میگن در بروکر. ببینید شما وقتی که پوزیشن مثلا فروش میخواین باز بکنین تقریبا از پایین باز میکنه، وقتی پوزیشن خرید که باز کنین از بالا باز میکنه، یعنی فاصله بینش است. شما اگر فعلا خرید بکنین یعنی در ضرر هستین تقریبا $1 یا نیم دلار اینطوری است. دیگه شما چطوری مثلا تایم فریم ها رو میارین؟ تایم فریم ها ببینین تایم فریم های مختلف، مثلا وقتی که بالاش کلیک کنین دستانه بانین تایم فریم میاره، مثلا ماهوار 4 ساعته 1 ساعته 30 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه تمامش براتون نشان میده. و از اینجا اف هم میتونین چی مثلا نگان تا با چی کار میکنن در اندیکاتور، مثلا میتونی از اینجا مووینگ اوریج بیاری، مکدی بیاری، آرسای بیاری، هر کدومش که خواستی، ویلیوم میخواستی، هر کدومش میخواستی میتونی اینجا اضافه کنی که ما تنها مووینگ اوریج استفاده کردیم. ببینین مووینگ اوریج دو دانه مووینگ اوریج استفاده میکنم خلاص، دیگه کدوم اندیکاتوری استفاده نمیکنم. دیگه چیزی نداره دیگه. اوردرم تشریح کردم، قسمتایش تشریح کردم و چارتم تشریح کردم، تریدم تشریح کردم، استوریرم تشریح کردم، دیگه چیزی نمونده دیگه. خب اینجا ببینین ما میتونیم استفاده بکنیم از اینجا هر کدامی بروکرها را که میتونیم استفاده بکنیم در اینجا جستجو میکنیم، پیدا میکنیم، بعد بالاش کلیک میکنیم چطوری لاگین شویم داخل حساب پلتفرممان. اینجا پسورد ما رو میزنیم، لاگین ما رو آیدی اکانت ما رو میزنیم و اینجا پسورد ما رو میزنیم. در گزینه پایینش هم انتخاب میکنیم که حسابمون لایو است یا حسابمون دیمو هست. حسابمون لایو است پس لایو هم انتخاب میکنیم و لاگین هم میزنیم دیگه، داخل حسابمون میشیم، پلتفرممون رو میتونیم استفاده بکنیم و معامله داشته باشیم.